سلام، امروز سالگرد عزیز جان است. بریم با هم دیگه یک روز خیلی 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 خوب و شاد و پرخاطره را براش بسازیم. اول بریم همراه خودش تبریکی و عید مبارک کنیم و بعد از اون پلان امروز که چی است با ما در ادامه ببینیم. سلام سلام شکیبا جان، سلام به دوستا، خدا کنه سلامت سلامت باشین. از اینکه ما را ندیدین خوش بدین. نه یه خبر سالگرد مبارک. تشکر، سلامت باشی. و تشکر دیگه دوستایی که سالگرد ما تبریکی گفتن. خدا کنه که بخیر 100 ساله شوم با شما یک جای. البته شما هم باشین که تسجیل کنین نمتا. زنده باشی، سلامت باشی، سایه هزاران سال بالای سرم باشه. شوهر نازنین مهربان دوست داشتنی. واقعیت خوبی رو کجا برم دیگه. دوستا میفهمین عزیز جان دیروز به مناسبت سالگرد خود برای من گل آورده. او به مناسبت سالگرد نبود دیگه، او با تو متشوقی بود. چند روز خیلی مصروف بودم، نه؟ چند روز دوستا شدیداً مصروف بودم، در ویدیو هم از امون خاطر نمی بودم دیگه. مصروفیتم که خلاص شد، باز برگشتم به شکیبا جی دیگه. هیچ وقت پیدا نمیشد که با هم باشیم دیگه. بریم با هم. این حالا بخیر میریم. امروز روز اول رخصتی ما بعد از 2-3 هفته دیگه میریم با هم ببینیم که شکیبا جان مرا کجا میبره. ما گفتم میشه که مقصد من دیگه موتر بالا نمیشم باسانی، خسته شدیم بسیار. اینه میگم من خودم میرم. مقبوله که دیروز عزیز جان آورد. تشکر، مثل خودت باری مقبول است. سالگردک است. خواه ببین شکیبا جان چقدر لاغر شدم. ببین من واقعیت خیلی زود لاغر میشم و چاق میشم. نه من برقمی کلگک خوشت دارم. لاغر نشی زیاد لاغرم کشم. خود تفاوتم در چی میگه شکم میداره خورد میشه. یعنی در مجموع جسدم کلانتر است. من خدا بگویم به خودم جسدم میتونم بردارتر است و قدم بلند است. از خاطر قضیه تغییر نمیکنم، فقط این دو میشم. سیکو اصلا تغییر تصویر نمیبینی. شکمم جمع میشه، شکمم پس میباشه ببینید. یعنی من قصد تفاوتم سوچ لفتر از که بجن از اینکه زیتاسی رسیده. از اینکه خوش هستم. من خیلی 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 فکر کردم که برای عزیز جان باید چی بگیرم من حیث تحفه. و عزیز جان خب قند نبات شیرین است. یک خوبی که داره سازات خوش میآید. اویی است که سلف ریسپکت و چیزا خیلی زیاد داره و هر وقت که یک چیزی که کار داشته باشه، ضرورت داشته باشه یا خوش داشته باشه میخره میشه بخواد. یعنی تو نمیمونه یک چیزی که من بگم مثلا این چیز لازم داره برام براش بخرم. نه دیگه این کارش بسیار خوب است. مثل من ولی نیست من که یک چیزی رو تا که بگم نیازش دارم یا خوش دارم. من خودم دیوانه میشم گفته که بخر و آدم خیلی باش من برات میخوام نه برات میمونه نخود چی است دیگه. خود دیگه عادت است که بسیار کار خوبی میکنم. من چه خوب است. او چی باران میباره. او من میخواستم جاکت بگیرم برای خود. باران است. خیر بدویم. چقدر خنک است. والا دوستا خنک بسیار است با واقعیت دیگه. خب آساستا میریم. بیشتر گپ میزدم. نمودش که باجم. بیشتر گپ میزدم که امروز چی پلانا داریم. امروز قرار است که یک روز کامل براش دیتا جور کردم پلانایش که چی کارهای امروز قرار بکنیم. دیگه مجموعه چیزایی که دوست داشتن خیلی مشکل است اگر کلیه زندگی میکنی. یعنی دوست داشتنی باشه و فن هم باشه بسیار کم است. ولی کلکشن امروز جور کردم. خدا کنه که بتونیم همه پلانای خدای امروز پورا کنیم. انشالله. باشه این ما که طرفدار بزنم که عمرمند اذیت میکنه. خب اولین پلانی که داریم چون که گشنام هستیم اول صبح است بریم یک نان بخوریم. یک چیزش کم سیر کنی و برای خودت چی انتخاب کردم برای پلان امروز؟ والا من ایت نمیفهم بیخی گنگس هستم. برگر وطنی. اولا خوبش. یک دانه برگر تند ام تو اسپیشال برزدی برای عزیز جان بگیریم. دقیقاً. خیلی آدرس چه داری یا میزنی؟ آدرسش حفظ ندارم. یک جایی که نسبتاً ساحه دورتر است از او خاطر نقشه برات نوشته میکنم. آدرسش برو بخیر باش که بریم برگر خوردن دوستا. دیگه
پلانا را دانه دانه میگم. همون وقت روز که وقت انجام دادنش که شد، وقتی که مزهش نره برای خود عزیز جان حضرت باز همون وقت شما هم ببینین. نمی تو ببینین دوستا دیگه بیاین بریم مکان تصویرات بیرون بر شما نشان بدم ببینین چه قمگوای خطرناک داریم واقعا. جانانه است. اینه دوستا. این تک فضا است دور از جانتان دیگه. خوب فضای عاشقانه و رمانتیک است. ها والا. فضا خوب فضاست. دیگه نقشه رو زدیم اینجا. بریم و خیر خوبی که برسیم. دوستا ما دیگه بسیار دیر شده برگر وطنی نخوردیم. واقعا براتون میگم شاید یک کنیم 2 هفته شد. از خاطر میریم به خیر طرف برگر وطنی. باز بار از او دیگه نمیفهم که پلان شومش که باجان بار از او پلان شومش چی است. ما پلان ریخته تمام روزه اما من جان نیستم دیگه. ببینیم اولیش به واقع سورپرایز کننده بود. مثلا ذهنم نمیامد یک ذهنم چی دارم یگان دفعه یک دفعه هیچ هیچ کار نمیکنه دیگه. بیا از کار نمیکنه. نخوردیم بیخی کار نمیکنه. بیا از موقع کار نمیکنه. عادت وقتایی که هم خسته باشی هم نخورده باشی باز دبل کار نمیکنه دیگه. بیا که بریم دوستا ببینیم. ما دیگه تقریبا رسیدگی میگیریم شه. تقریبا بحران از بسیار این سرکا وضعیتش خیلی وخیم است دیگه. کم کم میال دادان مزه برگر آمده. شما جای هستین که برگر وطنی هست همتون با شوق میال بخورین نوش جان کنین. کجا استاپ کنیم؟ پیشوریش جای است. سلام مدرسه خوب است بخیر هستین؟ خیر است. شکر شما خوب است ان شاء الله بخیر هستین؟ خیر هستین؟ فامیلا میگی خوب است؟ زنده باشین بدر بسیار تشکر. سلامت باشین. شکر خدا کسو هستین؟ سلامت باشین زنده باشین. عزت ما شطرنج نبردم دوستان گفتم برو خوب است از دو طرف گوشه ما یک یخ زد. نفر چی میگه بسیار خنک کام خوردی. ما دیگه خنک است. خنک باشه آدم خنک مشکل. حالا من رفتم چتری از خانه آوردم دوباره کاری رفتم جناب نبود چتری کردم. چتری چی میکنی برگر بریم اونجا. یکم پیش بریم. چون ده سرک است. یکم پیش بریم که اینجا در بغل سرک سر است. ما رو این بغل سرک هیچ نان نمیتونم خورده. خب خیلی عادت جالب دارم نان که بخرم از بیرون نه. اینجا باز فرصت است خوب است. طرف داونتاون باشم. باز میرم در کوچه که هیچ کس نباشه. یک کوچه یک گوشه که هیچ کس نباشه. خب کمربند نپوشیدیم خیر است. که زاربند باشه مشکل نداره؟ نه نپوش. مقصد خوب دوستان ما دیگه راجل اکی پارک کردیم. شکیب جانی برگر یک گلاس برگر خود یک گلاس برگر از خودت. این گلاس برگر هم از من وزیر از گلاس هم میمونن وقتا از که چتنیش نریزم. این احساس میکنم کلانتر است از خب این هم چرا؟ کچپ و خودت گفتی؟ نه ما چیز نگفتیم. سعی کنین بازی معلوم میشه. بگی کلام خودت بگی. نه بو خودت چرا کلام من میگی؟ من سیر میشم دنی میشم برسم سیر میشم. یعنی میشه برای سیر میشه میام چتنی و کچپش نوشابه‌ام نگرفتیم شکر یادم رفته. نوشابه تنها زمین پیپسی و کوک یاد داشتیم مرگ سعی کنم دیگه وقتا زیاد خوردیم دلم رقمه. دور از دلتون. بسم الله. با دوستا میگفتم که چرا اول روز سالگرده با برگر خواستم شروع کنم و او هم دلیلش است که طفولیت و کل خاطرات که یاد کرده از جانی است که همیشه وقت دوران مکتب دوران پانتون همیشه وقت صبح برگر میخوردم. در مجموع بچه‌ها و مردای افغانستان که هستن با برگر مطمئن هستم اکثریتشان یک عادت خاص دارن. یا بیرون میبودی نان یافت نمیشد از یک رستوران بدی مطمئن نمیبودی که مقابلی که داره مثلا چقدر پاک است یا گوشت که داره چقدر مان همو محفوظ ترین و سیف ترین غذا می بود. باختر مود قمدی سرخ میکرد میخوردی. تو چه میگیدی؟ مامایی؟ دور از جانتان، دور از دلتان، دور از رویتان، دور از دانتان. برگر وطنی نوش جان کردیم. پلان بعدی ما این است که میریم بعد از جان تحفه بگیریم. خب شکیبا چرا یک جایی که خود از جان میری تحفه بگیرید؟ به خاطر که از طرف فامیل عزیز جان خصوصا سامینه جان که یاد کرد خودش به من قرار است که برش لباس بگیرم و میخوایم که خودش باشه هم ذوقش باشه هم اندازش باشه. اندازه من نام خدا اگر رقم بخی باسانی لباس یاد بر من خوب یعنی جور نمیه.
از اون خاطر دیگه نال میریم خیابالوجا میریم باز بار از دیگه پلان بعدی رو براتون میگیم با ما باشین در این روز بارانی شما رو ما با خود هر جا میبریم در روزهای سرد و بارانی و برفی کانادا مردم بسیار کافی خور میشن دیگه خلاصه ببینین که چی رقم نوبت هست این موتور اول 2 3 4 5 توکلتو علی الله حالا اینجا سکسوتر شده پایین کدام آدم شک پایین شد یگان دوستا نه حالا قبلی نوشته بود که حالا لنسانس تا گرفتی تو چرا وام کدام گپ منفی داره یعنی نه گپ منفی نداره یعنی خوبی میگفتن که یعنی گرفتی من گفتم یا شاید بد باشه دوستا معمول لیسانس که حالی دارم من 2 سال پیشم داشتم تنبلی میکرد بله خواه دیگه ولی دلش نمیشد برانه برو بخیر فاینلی باشک نزنم بیگانی جان Yeah. You're going to add a biscuit to the neat, only $2, ma'am. No, thank you. پیسه من خلاص کردی؟ دوستا ببینین نمی سردی را سردی Can I have a straw please? ما از خاطر این چیز یخ خریدیم یعنی هوای یخ میگن نه حالا خاطر سردی را سردی میمرد دارم گپ است باش ببینیم چطور است ما همیشه هم تو میخرم مگر دگاهش می باشه نه شک تا بالا بشه که باشه باران میاد ما همیشه میخرم مگر باش که ببینیم که تو باید کجا بری در نقشه ببینیم ما موقعی سمت را بلد نیستم زنده میرسیم نمیرسیم و مردم کشکش که بجان مرزنده برسونی از یک طرف حداقل دیگه ایش خدا مهربان است برزدی تست نی نمی روز تولد ما هر دو روز ما یک جای نشه این همینجاست؟ اونو باید میخوام بزنم همون که میگه باران است همون فضایش هم هست موبایلش هم یاد داشته باشی بزنی میشه چیه کیف میکنه خوب است خب آمدیم جای همیشگی و دیگه ببینیم که چی خوش میکنه جناب بجای رقم پیش افتاده رقم دویده میره ما بیچاره دیزی رفته نمیتونم 100 چند ساله شده؟ 145 تقریبا 10 سال از خود که خورد بودم زیاد نبودم راست میگم تا حالا چطور پیش رفته سالگرید؟ تا حال فوق العاده عالی پیش میره خسته کنی نشده؟ نه خسته کن خانه شده آمده می گشتن بله خصوص دیمه لباس فروشی و این جاهای تا گنگس میشم یکی از سخت‌ترین کارها برای عزیز جان در دنیا ای است که در لباس فروشی بگرده یعنی در یک دکان که من میدرایم میگه یا از همینجا بخره چی میخری یا دیگه دکان من نمیایم یعنی دکان اول انتخاب که پیش از پیش من موجه بخریم یا که دیگه خیلی دوزارم می لباس آنلاین باشه لباسش زیادتر من میخرم من خودم به خودم ذوق ندارم دیگه چی برسه به بیچاره از خاطر نمیخرم نه ما خود دیگه در مجموعه نیمی لباس خوب است دیگه میال کشتیم بد نیست نه غریبانه است دیگه چطور کنیم غریب هستیم اتفاقا یکی از دوستا که در اروپا است از دوستای این خانه خود نو کرده بود باز یک روز گفت که من میمانی خانه نوی گرفتم دوستای خود دعوت کردم و باز برش تحفه آورده بودن گفت اینجا یک رسم ما داریم یعنی دوستای ما به خانه نوی که میایم ما براشون یک لیست میتیم از چیزایی که در خانه کمبودی است باز از بین اون لیست میتونه انتخاب کنه و انتخاب خود که من کدامش برات میخرم اگه انتخاب نکرد چیز نبیه دیگه معمولا آدم خانه نوی که میاد دست خالی نمیایه باز که انتخابم نمیکنه گیفت کارت یا پیسه میده مگم بسیار کار خوب است میفهمم که در خانه چی ضرورت هست مثلا زیادتر ما شما که میریم خانه نوی چی میبریم ظرف میبریم میشانه ما آدم ظرفش تکمیل باشه مثلا در خانه چیز دیگه کار داشته باشه یعنی بسیار خوب است که ضروریات هدف قرار داده شود یعنی مورد هدف قرار بگیره و
خوب میخوره نه؟ آه. هم ضروریات پوره میشه، هم توفی از این مجرا میشه، هم ضروریات از او. یعنی وام یک قسمت ذهنش که خالی است، یک قسمت دلش که خالی است که این چیز کم دارم، اما هم پر میشه و بسیار خوب میخوره. بعضی اوقات توفه میآورده میشه خیلی قیمتی میباشه، مضارات نداری. و برای تو کارآمد نیست، کارا نیست و ذهنت هم زیاد نمیمونه. مگه یک چیزی که بسیار ارزان میباشه، مگه ضرورت است خالیگار پر میکنه، خیلی کارا میباشه. دیگه ما استپ بعدی میخوایم ببرم میشه برایش یک کیک خانگی بسیار مزه‌دار. کیک خانگی که یعنی میگم والمارتی یعنی چون میفهمید فروشگاه اینجا کیک مقبول کیک ها داره، هیچ خورده نمیشه. ما میریم یک کیک خانگی مقبول برایش میخریم. مقبول خونی بیشتر مزهش مهم است، مزه‌دار که سالگرد بدون کیک نمیشه. دقیقاً. بریم. برات چکته. مزه. شیرینی‌های دوستا در مجموع واقعا مزه‌دار است. همین کیک‌ها و شیرینی‌ها رو که بخوریم هیچ کدامش نیست بوی مزهش خراب است. کیک در مجموع قیمت است. دیگه یک کیک خریدیم. دوستا ببینین. یک کیک خورتلک خریدیم. کیک گرفتیم. خب گفت که شما اگر کیک می‌خواید مثلا یک روز پیشتر باید بگید. من می‌فهمم اینجا کیک اسلایسی می‌فروشه. ما از جانم زیاد نمیخوریم کیک، گفتیم یک اسلایس دو اسلایس میگیریم، اما بس ما میشه دو تکه. باز اینجا آمدیم کیک خودش چوچه بود دیگه، 4 اسلایس هم بود. گفتم اسلایس چند است؟ گفت 4. بعد گفت نه 5. گفتم اوکی 5 خب 5 4 20 دلار یک کیک بسیار خوب است نه؟ گفتیم که خیبتی میره. بعد چند حساب کردم تا آخر 46 دلار. البته که آیسکریم کیک 40 دلار. البته 4 دلار بود. 46 دلار برای ما پیسه آخر چی داد، نرخ داد. گفتیم میره چه رقم حساب کردی؟ میگه نه شما اسلایس که بخریم 5 دلار میشه. کیک بسته را گرفتین 40 کیک دلار. بسته ما 70 دلار است، بازم برای شما 40 حساب کردم. گفتم خب اگه اون رقمی است خب ما 3 اسلایسش هم میخریم، یک اسلایسش پیش خودت بانه. میگه نه باز یک گپای ناق 5 از نه 6 از باز از جون حساب کرد. خب 6 4 24 میشه. بازم 40 نمیشه. خب برای شما 30 حساب میکنم. باز آدم میشرمه کیک داخل کارتن هم ماندن و تا چیز نیست که آدم پزبان برشون بخاطر از اینکه خلاف زبان خود کردن. اگر اینا اشتباه کرده باشن 5 6 گفته باشن 6 5 گفته باشن اشتباه خودشان است نه. ما خود قسمت اشتباه نکردیم، باشه اشتباه خود جبران کنن باشه. دیگه اسلایس 10 دلار که نیست تو 40 برای ما حساب کردی. خب یعنی 5 6 هم که اگر اتفاقا از دانشان اشتباه شده باشه بازم اشتباه خودشان باید جبران کنن دیگه. باشه که اینم تازه است، یعنی بالاخره پنجم انجام نداریم. یه تازه است. احساس کردم تازه است. هپی برثدی. نه تو بخو. من خانه پس میخوام سالگیری. خوب شد. میرم سالگیری که شده دیگه خورده خیر نمیریم. بون کانه بریم زیتو تک کنیم بخوریم. آخر یک رسمیات شد. بیرون داریم میگیریم، خانه نمیگیریم. شامش کجا؟ نه کیکش خوشمزه است. کیک در مجموع کیکش خوشمزه است. کجا بریم یک نفته. داریم میریم کجا؟ از جمع نظرت کجا میری؟ به نظرم والا من نمیفهمم خانه میریم. نه خانه نمیریم. کجا میریم؟ یک راهنمایی برات میکنم. یک موجودی که بسیار زیاد با این دنیا دوستش داری چی است؟ پیشک. داریم میریم کافی شاپ پیشکا. کافی شاپ پیشکا چی است؟ یک کافی شاپی است که خب کاتس چی که میگن؟ کاتس رستوران هم تکنومک داره. در های نزدیک سرو میکنه کافی و مثلا شیرینی و چیزا. میتونی همراه پیشکا هم ساتری کنی و همچنان چون اونجا با یک فاندیشنه که مربوط به نگهداری پیشکا میشه، میو فاندیشن. با هم دیگه وصل هستن. اگر اونجا از پیشک خوشت بیایم میتونی اداپت کنی. زوری بریم. مگه من اسکریم گرفتیم قاشقش نگرفتیم. خیر من میریم اونم تو جای دیگه میخوریم. نه خیر اسکریم میخری. میگه اسکریم از ما میخری، اسکریم از دیگه میخری. قاشقش از ما میگیری. خدا کنه که باز باشه. به نام ریگل کات کافی REGAL در داونتاون است بخیر. بدیده میشم. نمی‌نزدیک خانه سابقه ماست. کات کافی خیلی یک چیز پرطرفدار است در دنیا، اما خیلی کم میتونن مردم جورش کنن بخاطر از اینکه خیلی نگهداری و مواظبت و چیزا کار داره. روز آدما میره میایه و
نگهداری از پیشک‌ها که مریض نشن تو بسیار مشکل است. از اون خاطر من چندین کافی شاپ دیگه هم یافتم من رقمی مگم کلش بسته شده بود. یک نمی بود که در گوگل نشون میداد که هنوزم باز است با فعالیت داره و امیدوار هستم که حالا باز باشه. بریم با هم دیگه ساتری کنیم که پیشک‌ها. بریم زودی بریم. بفرمایید عزیز جان. اینجا بشینم که در ویدیو یک سعی بیایم. دوستا نیم ساعته قرارداد خونی یک خط امضا میکنی که چی کارهای باید کنی چی کارهای نکنی. نفر چند گرفت از جان؟ نفر $12 برای نیم ساعت فکر کنم است. نفر $12 برای نیم ساعت گرفت. گفت اینیگه که در کالایتان بچسبونین. بیا بچسبونم دیگه. آفرین. شکرا. اوکی. ما بچسبونم اینجا. من بلوزمون پیشک. دیگه کارهایی که گفتن نکنین چی هسته؟ گفته پیشک در بغل نگیرین، محکمش نگیرین، سرتان توپ میکنه، پشتش ندوین، از سامان بازیش خراب نگیرین. اکثرا با اطفال از دیگه قوانینی کارناخ میفهمن. دیگه بسیار اونمتو و ای که چی آلرژی اگه داشته باشی اگه خط کنه دستت اگه هر چیز یا رو امضا میکنی که یعنی من مشکل ندارم با این چیزا و امضا میکنیم. نام تا از جان ننوشتی خیره؟ عزیز الله عزیز. اینجا از این کافه نیست که در روز سالگرم مفت یک چیزی بده؟ نه ستارباکس از دارم، چیکن آن دوی داره. روشنگری نوشته کردم فامیلی ده. خیلی است. روشنی ما زیاد است. روشنی ما زیاد است. پرسان کنو؟ بگم سالگریت است. اگر نه او را باید پیام کردیم. در وب سرچ کنی همه جای نداره. مثلا از کل این جای یک دو سه جای داره. یگان مستم به تصویر. یگان دکانا و کافه شاپ اینجا دوستا در روز سالگرد یگان چیز مفت داره یا به ممبرای خود یا به در مجموع. دیگه دیت امروز چندم است؟ 14 جولای. بهترین روز سال. 2025. دوستا دیگه من مکمل منتظر هستم باید که خدا پشه میناله پاک. چقدر دیر وقت بعد دوباره با پیشک دست میزنیم نه؟ بعد از اینکه از پاکستان آمدیم دیگه پیشک اصلا از نزدیک ندیدیم. موبایل مگه بسیار ویدیو پیشک هست. مثلا احساس بودن واقعیش حق میکنه. دوستای ما در پاکستان زیادتر پیشک داشتن. پاکستان فکر میکنم کلی پیشک داره. چون انقدر گرم است پیشک‌ها بیرون نمیشه کلی خانه میاد. نگاه کردنش آسان است. خوبه واسه با جای کلان که میشه جای دیدار باشه نمیشه تا نگاهش کنیم. دیگه ما هم خیلی با فکر از این میفتیم که پیشک داشته باشیم گاهی وقت. فقط یک مشکلی که من دارم تنها مشکل ما است که من یک ذره با موی پیشک گاهی وقت حساسیت میکنم جلدم سرخ میشه خارش میگیره که او هم بخیالم پیچکاری داره. هر 6 ماه فکر کنم یا 4 ماه حساسیت داری ها. دیگه یعنی ما پیشک خیلی دوست داریم محمد جان. موی پیشک کم زیاد برابر سگ زیاد نمی باشه. بعضی اگه کم شانک ها چیزا آمده موش کم میکنه یعنی شانک میکنی موش میایده او. یا غیر از اون در بغل که میگرفتن مثلا دستم یا صورتم یا خارش میگرفتی. پددارایی که زیاد پددار هستن و سفید که بود وا هستن مگه می اورنج و اینی کمپت ها یا نیستن این هر چی خود دانید پت نمیتن چون یا کمپت هستن مثل انسانای کم موی هستن. اون سرخپوش بخیالم ننه پیشکاش اینجا نقشش تا فقط متوجه باشه. و گفت دیگه و دیگه اما قسمی که گفتم از بالا پایین نگیر آفرین بینی من کتا نیست از جان که میگیره کتا و دیگه اینجا گفتم که با میو فاندیشن با هم دیگه هستن که میتونی بگیری پیشکا یا اما اصطلاح خریدشه ادپت کنی نه اینجا خرید میگن خریدشه ما شما خرید میگیم اینا برام ادپت میگن یا فرزندی گرفتن یعنی کار امو است دیگه نه اصلش است که میگن که نخرین ادپت کنین چرا که وقتی میخرین یک حیوانه این باعث میشه که دلال های این کار هم زیاد شدن. فروشنده چی میکنن سریع پیشکا بازار چوچه میاره و بعد چوچه رو میفروشه که آید کنن این یک چیز غیر انسانی است ولی ادپت کنی فرق میکنه موضوعش و چیزی بجان پیسر میتی ایام دوام
تمام چیزش نه که فقط نامش فرق میکنه، مثل رشوت برنامه شیرینی تبدیل کرده بودن. اینا مدید ماله. هر حیوانی که از شهرداری یا سیتی اف کالگری باید جواز برش بگیری. $100 اگر سگ باشه $225. یعنی پولت میتی مگم برنامه دیگه. دیگه ای که گفت پیشکای اینجا بغیر از 2 تا دیگهش کلش ریزرو شدن. یعنی نفرا صحبت کردن که میخوان اداپت کنن. دیگه او 2 تا دیگهش هم که مونده ما رو میبینیم که چی رقمی هستن. دیگه از اون من 2-3 روز میشه که در سایت میافندشن چک کردم میرم که کیتن ما خوش دارم بیاریم که میگه پیشکی که از سن کم کیتن که باشه در خانه کلان شود خوی خود صاحب خدا میگیره. از خود پیشکای سامینه کلیش پیشکای سامینه خودش راجع هستن. دیگه از خاطر من گفتم که اگر بگیریم کیتن بگیریم، مثلا 2-3 ساله نگیریم. چی نظر داری؟ نمی‌بینیم چی نمی‌فهمیم چیزی زیری ما میکنن. اصل توفه دست اینی از توفه من. آره بسیار خوب. مرا خوشم آمد میایم زیاد. باشه نان پیشکار رو باید برشون بخریم؟ نه. گفت غذا ندن. دی نوشته بود که don't feed them. خوبه. Do not. حتی این مایه دستشویشون هم از جان نیم ساعت وقت داریم زیدی بشه که وقت ما خلاص نشه. این خیلی عاجزن. عزیز جان آوردیم. خب این تاست یا آدم های بیگانه رو هر روز میبینن بخی غمگین شدن، اذیت میشن و نمیفهمن که کی عادت کنه. بگیره چه عاجزه. ای بدمش معلوم میشه. نه یا عاجز است. سلام. یک عاجز است. نه چرا که آرام هستن؟ یک شماش نمیده است. یه چقدر کلان هست اینا خدا 3-4 سال. پیشکایی در مجموع کلان از پیشتر ما دیدیم که بخی چوچه شیر وره بود دیگه. نگیرش گفت. بیا. این نمیره بخیالم گفت یک گریه گفت که نگرفته کسی. تو بدرنگ هستی کسی نمیگیرید؟ گوشه رو دیکو. اوه این میخواه فرار کنه. او ایران مونده طرف باران. میخواه فرار کنه. این بسیار زیاد خوشش کردم. سفیدشون مقبول است. ناخونهای خودم مادی عمله مانده. پس ناخونش داخل کنم. یک گم شد. کف دستایشان ایق مقبول است. ایکه کیوت. تیپیکال پیشکی که من خوش دارم عمقه سرزنده و شوخ این رقم پیشکار من خوش دارم. تیپیکال پیشکایی که از جان خوش دارم. نیت میاو نمیکنن یا اما تو آرام فقط خوشگل مشکل باشه هانی نازش کنه. ایره چیره بسیار مهم است دوستا. سیا نرمه سیا توبه سیا خیلی موه. اومد سیگلوم سیکنو ریشه سیکنو تای سیکو تو میگه دارم مثلا مرسدس بنز سیکو مرسدس بنز که تسلا ای تسلا گک بچه ما پشت تو دیق میشیم بخبی و کنم برو. نارنجی بی غیرت. نارنجی حیفت نکده. حیفت نکده که توی تو میکنی. نارنجی یک من زیاد نارنجی رو خوش دارم. آخیش خیاره بکش میشه خود دیخی تا خود سیخ داخل کرده ایش میگه مزاحمت نکنین. نه بریم دوستا دیگه ما میریم بخیر طرف خانه. خیلی خوبی میریم طرف خانه. یک پلان دیگه هم داشتم دیگه نمیفهم اگه برابر شوه یا نی. من دوست داشتم که بعد از جان در روز سالگریش یک گیاه بخرم از این گلای خانگی و او را به نماد خودش و به اسم خودش یعنی همون تو برای خودش باشه
چون گلا میگه صاحبای خودم میشناسن از 1 کیلومتری 2 کیلومتری. خب میگیریم اون خیره. و دیگه کیکی که گرفتیم بریم خانه چای بانیم کیک بخوریم. من بخی یادم میره دارم درایو میکنم. خب مستقیم است؟ مستقیم است فعلا. دیگه خیلی خوب است. و در پایان روز کیک سالگیری عزیز جان نوش جان کردیم دور از دلتان و یه هم از گیاهی که برش خریدیم. سالگیریت بازم مبارک عزیزیم.